بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر به تمام خواهران عزیزی که در درس عقیده و فقه حضور دارید و انشاءالله به تمام دیگر عزیزانی که بعدا ما رو در یوتیوب و در تلگرام مشاهده خواهند کرد. امروز روز سه‌شنبه هست و چه خیلی گفتیم طبق معمول ما درس عقیده داریم. امروز یکی از موضوعهای مهم عقیده که در تاجیکستان در همین مسئله اکثریت لغزیدند، باز درباره کرامات اولیا صحبت میکنیم و این چنین درباره یک نمود کرامتی که تقریبا پروردگار به تمام مؤمنان تقواداری که در حقیقت خالصانه بندگی خود را انجام میدهد. درباره آن هم صحبت میکنیم و اینجا امام طحاوی میگویند و نؤمن بما جاء من کراماتهم و صح عن الثقات من روایاتهم. همین موضوع را درس دیگر گفته گذاشتیم، ولی از اینکه وقت برایمان اجازه نداد موضوع را تا آخرش نرسانده. و امام طحاوی میگویند و ما ایمان داریم به کرامات اولیا، یعنی بعضی از اولیای الله، بعضیشان نه همشان، کرامت های خود را داشتند و از روایت های صحیحی که به ما آمده رسیده است به آن کرامت ها ایمان داریم. یعنی هر کس از خود با یگان خرافات درباره کرامات گپ زد، یک بار آن را قبول نداریم. البته یک اولیای کرامات چی در زمان صحابه یا تابعین یا بعدن داشته باشد، با دلیل صحیح به ما آمده باشد، به آن ایمان داریم. اما در زمان حاضره یا گفتیم وقتی که الکی نه پیامبر هستند و نه یگان وحی به ما نازل می شود که کی در حقیقت ولی حقیقی است یا اولیای الله هست، خواهران عزیز خیلی گفتیم پروردگار میگوید بدانید که الا این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. اولیای حقیقی را شما با ایمان داشتن به الله و با تقوایش میشناسید. نه هر کسی که ما چه خیلی گفتم گذشتمون اولیا گذشت و ما ایشانیم و ما نمیدونم خوجهیم و چیزی دیگر ها میگویند، او را شما به اولیاگی نباید قبول کنید یا که به این درجه برارید. برای آنکه اولیای حقیقی را از ایمانشان به الله، از پایبند بودنشان به قرآن و به سنت میشناسند که تا چه اندازه علم دارند درباره کلام الله، درباره کلام پیامبرش که این دو سرچشمه اصلی مسلمان ها هست. و اینجا وقتی که ما گفتیم پروردگار به کسی خواهد از اولیاهش معجزه میدهد یا گفتیم معجزه نه و این رو ما میگیم کرامات یک عملی هست که اون را فقط دیده می شود در بعضی ها، در همه نه. یعنی کاری که دیگرها اون را کرده نمی توانند، کاری که انسان های عادی اون را کرده نمی توانند و زود اجابت شدن دعا هم یکی از کرامت ها می باشد. یا گفتیم چندین وقت گرسنه و تشنه گشتن و نمردن هم این یک نمود کرامات است، یا خواب عمیقی که اصحاب کهف رفته بودند. ولی خواهران عزیز، آیا یک نفر رو اگر مثلا چقدر عبادت کرد، چقدر خیر کرد، اما یگان کرامات در آن دیده نشد، این معنیش این است که او بنده یعنی نزدیک به الله نیست؟ نه، البته این وجود ندارد. برای اینکه ما یک انسان رو به خاطر کراماتش این انسان صالح نمیگوییم. یک انسان رو چه خیلی که پروردگار گفت به خاطر عملهای صالح و ایمانش به او بها میدیم که این چی است؟ این یکی از اولیای الله هست. یعنی در ذهن ما یا گفتیم همین گونه ما او را میپنداریم، نه اینکه 100%. برای اینکه بعضا یک نفر رو کاملا انسان صالح میگوید که خداوند نکند بعد از چند وقت میبینید که یعنی گمان شما نسبت او خطا بوده است و یک انسانی گناهگار است. و اینجا یک چیزی خیلی خوب را مؤلف ذکر میکنن، میگویند بدانید که یکی بالای کسی بلا آمد معنیش این نیست که او دشمن الله هست و یکی بالای کسی نعمتهای فراوان آمد این معنای آن را ندارد که او اولیای الله است. الله میگه فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن
و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. یعنی معنیش چی است؟ بعضی انسان ها را الله امتحان میکند و به او از نعمتهایش را میدهد و بعضی را باشد الله امتحان میکند و به او بعضی از مصیبت ها میآید. اینجا یک خیلی فکر خطا هست خواهران عزیز، یک عقیده عموما از یعنی خلاف شریعت است که اگر بالای یک انسان صالح یک مشکلی آمد میگن یکم مشکلی داشته است، چرا او اینقدر مثلا همیشه از پی کار ثواب است و اینقدر بالایش مصیبت می آید. و این رو حتی به پیامبران هم این طعنه شده بود. حضرت ایوب وقتی 18 سال بیمار می شوند، برادرشان اومده به دیدار بینی میبیند که چقدر در حالت بد هستند، میگوید این ایوب غضب الله را در کار از کارهایش آورده است یا که موجب غضب الله شده است که این گونه الله او را جزا میدهد. که در این وقت انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین گفته دعا میکنند پروردگار به من کسلی رسید، من بیمار هستم، تو باشد مهربان ترین مهربان ها هستی، یعنی مرا شفا ده. که بعد از این الله با معجزه شفا میدهد. یعنی خواهران عزیز، اصلا بالای کسی مصیبت آمد نگویید که این دشمن الله هست اگر وی انسانی صالح باشد. یعنی یک انسان را میبینید که در راه الله هست، در عبادت است یا در دعوت است، یکی دیدید که خیلی مشکلی جدی بالایش آمد، بیا دارد که بالای پیامبران هم مصیبت ها می آمد. این معناش این نیست که این انسان چه هست دشمن الله هست یا غضب الله را آورده است. یا یکی را دیدید که غرق نعمت است، دیدید که هیچ مشکلی ندارد، از این دولت به آن دولت، از این توی به آن توی، از این نعمت به آن نعمت. گمان نکنید که این بنده دوستدار الله هست که الله به او داده است. مگر به فرعون نداده بود؟ مگر به هامان و قارون نداده بود؟ پروردگار بعضی از دشمنانش را این گونه نعمت میدهد. سپس سنستدرجهم من حیث لا یعلمون میگوید از جای بالای آنها بلا میفرستد و هلاک میکنند که آنها فکرش را هم نمیکردند. یعنی اصلا به خاطر نعمتهای دنیا کسی را ما به مقام اولیایی نمی برآوریم و اصلا به خاطر مصیبتهای دنیا به کسی حکم نمی کنیم که این انسان غضب الله را آورده است یا این انسان دشمن الله است. وگرنه چی گفتیم؟ پیامبران الله از مصیبتها خالی نبودند. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون میگوید الله. مگر شما من مؤمن هستم میگوید به امتحان میمانید؟ نه، البته شما امتحان می شوید. چیزی دیگر که اینجا باید گفته شود، گفتیم پروردگار به بعضی از اولیاهایش بعضی از کرامت ها می دهد. کرامت هایی که در آنها دیده می شود و در دیگرها نه. مثل این که بعضی صحابه ها می گفتند به من فرشته ها سلام می دهد، یا حضرت مریم در زمستان و در وقتی جای میوه نبود به خانهشان پروردگار میوه نازل میکرد و از اینها به بعضی ها این گونه پروردگار کرامات میدهد. اما وقت بعضی هم میشود که خواهران عزیز یک انسانی که عموما از اهل دین نیست بعضی کرامات داره، اکنون را کرامات نیست، بعضی کارهای میکند که اون کار او در دیگرها نیست. در این وقت چی گفته می شود؟ در این وقت گفته می شود که او اولیاء است؟ نه، اول باید ببینید که این انسان اهل صلاح است یا نه. شاید که برای امتحان با او پروردگار این نمود یک کرامات را داده است. چیزی دیگر اینجا پروردگار در سوره طلاق میگوید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. الله میگه شما وقتی تقوا پیشه میکنید پروردگار برای شما فرقان میدهد. یعنی این الک یک کرامات است، شما خوبی بد را جدا کرده میتوانید. اگر شما تقوا کنید یعنی پروردگار بصیرت شما رو باز میکند. در روزها چی میگن؟ حس هفتم گفته گپ میزنن، حس هفتم دارد او بجز شنوایی و بینایی و اینها. یعنی و الله چی میگه؟ اگر شما تقوا کنید پروردگار به شما از جایی که فکر هم نمی کردید رزق میدهد. پس این چی هست خواهران عزیز؟ آنهایی که تقوا دار هستند خود از خود الله برای آنها کرامات میدهد که در دیگرها نیست.
در دیگر انسان‌های عادی این چیز وجود ندارد. به خاطر ایمانشان آنها زود فرق میکنند بین انسان‌های فاسق و بین انسان‌های صالح. آنها زود فرق میکنند بین حق و باطل و به هر فتنه ها داخل نمیشوند. به هر فتنه ها داخل میشوند، به هر شک و شبهه داخل نمیشوند. و در همین موضوع حدیث است، حدیثی که در ترمذی آوردند و بعضی از علما صحیح میگویند، بعضی حسن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اتقوا فراست المؤمن، شما از فراست مؤمن بترسید. فانه ینظر بنور الله، چون او نگاه میکند با نور الله. در شرح حدیث می آورند که شما از فراست یا ما فراست میگوییم، اما خیلی که پیش از درس یک صحبتی کوتاه کردیم خواهران عزیز، این فراستی که در حدیث آمده است از اون فراستی که ما در بین خود در تاجیکستان یا در جامعه تاجیکی استفاده میکنیم فرق میکند. ما مثلا آدم بی‌فراست میگیم یک انسانی بیشعور رو که کارهای غلط زیاد انجام میدهد. خیلی گفتم در جای خنده گریه میکند، در جای گریه خنده میکند، و جای گرم خنک میآورد یا کارهای بی‌فراستانه میکند، یعنی بیشعورانه میکند. اما فراستی که در این حدیث آمده است، این فراست یعنی نگاه کردن با چشم دل است، یا میگن با چشم روح است. در شرح حدیث میگویند فراست چیزی هست که دیگرها وقتی که یک نفر رو دیده قضاوت کرده نمیتواند، تو چهره او رو دیده الکی میفهمی که این انسان مقصدش چی هست. یعنی این گونه پروردگار چشم دلی تو رو باز میکند یا نوری بصیرتی تو رو باز میکند. و پیامبر چی میگن؟ فانه ینظر بنور الله، او با نور الله نگاه میکند، یعنی او با قلبی که داخل آن پر از نور است، هدایت الله هست، با آن نگاه میکند. و اینجا یک حدیث مرفوع از انس ابن مالک هم آوردگی هستند که میگن ان لله عبادا یعرفون الناس بالتوسم، همانا پروردگار بنده های دارد که انسان ها رو با فراست خود میشناسند. یعنی یک انسان رو نگاه میکنند، میگن این الان خودسازی کرده ایستاده است، اینجا مسئله دیگر است. یا میگن یک انسان رو نگاه میکنند و میگن پر از غم است و این حاضر غمهایش رو پنهان دارد. یا یک انسان رو نگاه کرده بعضی مشکلی های او رو میفهمند. این سحر و جادوگری نیست خواهران عزیز. من همین مسئله رو برای کشودن یکم راست گپ هراس داشتم، یا گفتم یکم ترسیدم، برای آنکه چند سال پیش بود، تقریبا 19 ساله بودم، اولین بار وقتی به مصر رفتیم، یک استادم همین حدیث رو وقتی گفت، من این یک جادوگری گفتم به اون نگاه کرده. خداوند من رو ببخشد. خیلی میدونه در اول طالب علمی انسان یکم مغرور میشود، یکم از سن سالم که جوانتر بود، زبانم هم درستر بود. بعد او گفت آخر این حدیث است، نام خودم که سلامت است، سلامت این یک سلامت میگفت، این یک حدیث است، این یکون جادوگری نیست. بعد ما گفتم چه خیلی است که یک نفر رو میدیده ای همین خیلی مثل جادوگرها یا گفته مثل فالبین ها میگفته این خفه هست، این چیزی دیگر است. بعد از چند کتاب دست دادن این موضوع کاملا به خودم روشن شد. چرا؟ برای اون که در درس های استادها می نشستیم، بعضی استادها یک نفر رو نگاه کرده میل است با شما بعد از درس صحبت میکنم میگفتن، یعنی از نگاهی بعضی ها میفهمیدن که این انسان یک سخن خیلی مهم دارد. بعد فهمیدم این فراست است. یعنی بعضا از تجربه زیاد، حاضر کمی میخوانیم چه خیلی این چیز پیدا میشود، بعضا از تجربه زیاد، بعضا در حقیقت به خاطر تقوایش یک مؤمن چشم قلبش گشاده میشود. او دیگر به چشم بصر که ما فقط ظاهر را نگاه کرده، بیرونی را نگاه کرده حکم میکنیم، با اون نیو با چشم دل هم نگاه میکند که درون را هم دیده میتواند. و اینجا پیامبر چه میگن؟ شما از فراست مؤمن بترسید. او با نور الله نگاه میکند و چی؟ بعضی از خفایا یا بعضی از اسرارهای شما را با چشمش دیده میتواند. و در باره اینکه یک مؤمن چگونه به درجه اولیاگی میرسد یا گفتیم این گونه صاحب فراست میشود، البته حدیث مشهوری که در بخاری و دیگر کتاب ها آمده است همگی میدانیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم پیشتر هم ذکر کرده بودیم که میگویند الله میگوید هر کسی که
من عادلی ولیا فقط بارزنی بالمحاربه، هر کسی که با ولی من دشمنی کرد او من با او جنگ اعلان میکنم. و وقت بنده من با عمل، یعنی بنده من با انجام دادن عملهای فریضه، اون چیزی که برایش فرض کردم، خیلی به من نزدیک می شود. و این چونین وقت او عملهای نافله اش زیاد، یعنی نمازهای نفل، روزههای نفلی، ثوابهایش زیاد است، او با آن عملها به من نزدیک شدن میگیرد. اینقدر عمل صالح میکند که من او را دوست میدارم و وقت من او را دوست داشتم دیگر گوشی او میشوم که با او میشنود، یعنی گوش او بجز خیر چیزی دیگری نمیشنود، چشم او بجز خیر چیزی دیگری نمیبیند، پایهای او همیشه در خیر، دستهای او همیشه در خیر. چیزی از من پرسید البته به او میدهم، وقتی از من پناه طلبید و من به او پناه میدهم. یعنی پروردگار درجه به مقام اولیاگی رسیدن را میگوید با عملهای ثواب و علل خصوص با نافله ها میشود. چقدر عمل خیر تو زیاده است همون قدر تو به پروردگار نزدیک میشوی. و اینجا گفتیم فراست یا فراست که در عربی فراسه میگویند، یکی از کرامت های مؤمنان است که نه هر کس این را دارد. و گفته معنای فراست نگاه کردن با چشم دل یا با چشم روح هست و دانستنی بعضی از اسرارهای یک نفر که او نگفته هم شما میفهمید که در او این گونه هست. میگویند روایت صحیح آورده هستند که امام شافعی میگویند بعضی نفر رو نگاه کرده میگفتن همین انسان آهنگر است، یا به بعضی انسان نگاه کرده میگفتن این چیزی رو گم کرده است و به کسی نگفته است. یعنی همین گونه فراست رو الله یا همین گونه کشایش رو الله به ایشان داده بود. و اینجا ابن ابوالعز میگویند بدانید که ما 3 نمود فراست داریم. یکم نمود از همه نمود بالایش این فراست ایمانی هست. وقتی تو در حقیقت ایمانی کامل داری، در حقیقت یقین به پروردگار و به غیبیات داری، با عملهای صالحت به پروردگار نزدیک هستی، تو صاحب فراسه میشوی. چیزهایی را تو در مردم کشف میکنی که دیگرها کشف نمیکند. امروز خواهران عزیز یک گروه روانشناس ها یا پسیخولوگ ها برآمدگی هستند، گویا که آنها غم های مردم رو میفهمند، راه های چاره برایشان نشان میدهند. روانشناسی در ایمان است، روان آرام کردن هم در ایمان است. با 2-3 کورس خوندن و با 2-3 کتاب های روانشناسی خوندن انسان به مشکل های مردم ملهم شده نمیتواند. انسان صاحب فراست شده نمیتواند. فراست در ایمان است که پیامبر صلی الله علیه و سلم 1446 سال پیش به ما خبر دادند که از فراست مؤمن بترسید. و خواهران عزیز، من به الله قسم همین چیز را در بعضی از استادها دیده بودم، یعنی به چشمم که چه خیلی گفتم به حضور بعد از درس بعضی نفرها رو برای صحبت فریاد میکردن، و بعضی ها دقیقاً میگفتن تو چیز مشکلی داری. یک صحبتی که گویا که درد دلی بعضی ها رو نگاه کرده میفهمیدن. و این از چی است؟ این یگان جادوگری نیست یا علم غیب نیست، یک فراستی هست، یا گفتیم چشمی دلی هست که نه از آن همه باز می شود. و اینجا مؤلف میگویند بدانید که فراست اساساً با ایمان گشوده می شود. انسان هایی که در حقیقت تقوای بالا دارند و با پروردگارشان خلوت های پنهانی هست، آنها مردم را زود می شناسند و زود جدا کرده می توانند. شیخ ابو اشبل یک قصه رو به ما گفته بودن در وقتی که در درس های صحیح بخاری می نشستیم. میگن من باره در نزد یکی از استادا بودم، میگن یک طالب علمی اروپایی، خطا نکنم از ایتالیا گفته بودن، اومد و میگن با من سلام کرد. او با من سلام کرد ولی میگن تماما من او را یک انسانی بد شناختم، یعنی عموما نمیخواستم به اون نزدیکی کنم. در چهرهش میگن یک خنوکی احساس کردم. بعد از این گفتم شاید این از شیطان است. لیکن میگم به استادم نگفتم که همین طالب علمی که در خانه تو هست همراهی تو چندین وقت است که درس حدیث میخواند برای من خیلی سرد است، یا گفتم برای من یک مشکوک انسان است، نگفتم. بعد از چند وقت میگوین همین استادم زنگ زد
و به من گفت میدونی طالب علمی که در خانه من بود امروز مرا تکفیر کرد. یعنی به من گفت استاد تو کافر هستی. من در خانه چند وقت ایستادم و فهمیدم که تو عقیدت سالم نه. میگن استادم گریه داشت، میگن که من اون طالب علم رو چندین وقت در خانه خود جای دادم، از او یگان پول چیزی نگرفتم. یک زمان شد که امروز به من میگوید تو کافر هستی، تو عقیده سالم نداری. شیخ میگن من به خود گفتم این حدیث که اتقوا الله اتقوا فراست المؤمن فانه ینظر بنور الله، این حدیث در حقیقت در من اثر داشته است که من همون لحظه هر چی تو گفتی این یک انسان اجنبی هست، این یک طالب علمی مجاهد است، من اون لحظه تماما اون انسان رو دوست نداشته بودم. یعنی اون فراست بود که میگن شاید در اون وقت به من خبر داده بود. پس خواهران عزیز، فراست چیزی هست که به انسان خبر میدهد از بعضی از انسان ها. یعنی شما بعد از صحبت کردن یک انسان هرچی خودش رو آشکار گویا نشان دهد هم میفهمید که در اینجا چیزی هست. این معنیش نیست که گمان بد، نه، همین چیز پروردگار این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا به شما جای میدهد. این از ایمان است، لیکن از ایمان. اما یک نمود دیگری فراست است، میگویند اون رو انسان با آموختن که دربارش خطا نکنم. من در یکی از کتاب‌های ابن سینا هم همین به نزدیکی بود دربارش کمی خوانده بودم که در اونجا نوشته شده است که مثلا بعضی انسان‌ها رو دیده تو چقدر انسانی غضبی هست، یا بعضی انسان‌ها رو دیده از چهرهش چقدر انسانی نرم است، یا بعضی انسان‌ها رو دیده این چقدر مثلا انسانی ترسانچک است، میفهمی از چهرهش. و این رو میگن مؤلف هم میگن این میگن خاصی طبیبان است. بعضی طبیبانی هستن که با زیاد خواندن یا میگیم با تجربه زیاد انسان‌ها رو الکی از چهرهش، یعنی آنهایی که اوژنگ بین قوش‌ها دارن که اساسا در وقت غضب پیدا میشود، وقتی دیدی در جوانی الکی و اوژنگ‌ها بین ابروانش هست، این معنیش این است که زیاد غضبی میشود. یا بعضی هایی که همیشه یعنی چهرهشون خنده نکنن هم کشاده است، میفهمی که انسان خیلی کشاده نرم است. یعنی میگن این یک نمود فراست از ایمان و از طب و از تجربه انسان کسب میکند. یعنی اینقدر با انسان ها کار زیاد میکند که الکی او انسان ها رو میشناسد. و این چیز رو در حیات عادی هم میتوانیم. یعنی یک مادری که 5 فرزند دارد یا 4 فرزند دارد، الکی او میداند که این کودکش کدام وقت نیرنگ کند چهرهش چخل می شود، دروغ گوید چیکار میکند، یگان چیز رو از حد خواهد چخل نیرنگ میکند. یعنی مادرهای هم این چیز رو دیده کودکهای خود رو چخل می آموزند. بعضی انسان ها هم هستند که اینقدر با مردم کار دارند که الکی آنها تجربه دارند و مردم رو این نمود یک فراست آدم شناسی دارند که این دور از ایمان است اما هست. و اینجا یک نمود دیگر فراست رو آوردگی هستند، میگویند اون با گرسنگی و سحرخیزی و تنها ماندن در انسان ها کشاده می شود. یعنی انسان هایی که زیاد تنها هستند، سحرخیز هستند که سحر یک معجزه خودش را دارد، و این چنین انسان هایی که کم میخورن، اینقدر پایبند شهوت خود نیستن، کم میخورن، کم از پی لذت های دنیا هستن، فراست خاص خودشان رو دارن. اگرچه مومن نباشد هم بعضی از کافران رو میبینید یا بعضی کتاب های فیلسوفان رو میخوانید که اون انسان اصلا مسلمان نبود اما چیزهای در کتابش میگوید که در حقیقت یک حکمت بزرگ است، یا درباره بعضی انسانها یک خبرهای میدهد که اون فراست در دیگرها نیست. این میگوید وقتی انسان از لذت‌های دنیا دور می‌شود و با خودش زیاد تنها به تنها میماند، یک نمود فراست در او هم باز می‌شود. یک نمود فراست در او هم باز می شود و این را میگن فراست از جهت ورزش یا گفتیم از جهت خودسازی. از جهت خودسازی که این را هم به طبیب های هم رابطه کرده می شود و به انسان هایی که زیاد تنها هستند. اما قوی ترین فراست اون فراستی هست که انسان با ایمان خود آن را به دست می آورد و این وعده الله هم هست که به تو فرقان می دیم، تو تقوا کن، تو خالصانه پروردگار را پرستش کن، پایبند گفته های پروردگارت شو،
تو گمراه نمیشوی و تو حقیقت رو زود پیدا میکنی. و در همین مسئله خواهران عزیز، همین سالهای اخیر یک مسئله فتنه بزرگ بین برادرای خواهرها در تاجیکستان و در دیگر بعضی از کشورهای آسیای میانه هست. مسئله تکفیر یا گفتیم کافر گفتن یکدیگر رو اهل بدعت گفتن. سبحان الله، چند نفره رو که من میدونم که هرچی در همین مسئله دیگرها خواستن داخل نشدن، وقتی در بارشان گفتگو میکنم میبینم که خیلی انسان‌های در بعض عملهای صالحشان مخلص بودند و پروردگار آنها را به آن راه نکشانید. یعنی هرچی مثلا چند برادرها در حق چند نفر گپ زده باشند، چند نفرهای را از آنجا الله عموما نجات داد. برای اون که به بعض فتنه ها داخل نشویم، خواسته و نخواسته به یکدیگر ظلم نکنیم، به ما چشم بصیرت لازم. 1100 نفر به شما یک گپ را گوید هم، وقتی شما بصیرت دارید اجازه نمیدهد که آن را قبول کنید. میگید نه اینجا چیزا هست، اینجا ظلم است. یعنی شما ظلم را از عدل جدا کرده میتوانید، فریبگر را از انسانی خالص جدا کرده میتوانید، دروغ و راست را جدا کرده میتوانید اگر پروردگار به شما فراست دهد. و این چنین 1001 نفر خنده کند هم غمهای درونی او را حس کرده میتوانید. برعکس این 1001 نفر خود را به شما غمگین نشان دهد هم شما حس میکنید که این انسان چه هست، دروغ میگوید و با این خود را بیچاره نشان دهی از شما چیزی را میخواهد کند، یعنی یک فریبگر است. و اینها همش از فراست میشود. و یکی از کرامت هایی که در مؤمنان پروردگار این چیز را وابسته به ایمانشان میدهد. و چه خیلی گفتم در بعضی از استادها همین چیز را من خودم به چشم عینم مشاهده کرده بودم و در بارش قصه ها خیلی زیاد است، خصوصا از امام شافعی که در همین علمی فراست مخصوص آموختگی هستند. میگویند یعنی علمی فراستی که از جهتی طب به دست می آید. یعنی نفره رو دیده چه خیلی گفتم از آژنگ های رویش یا از بعضی از حرکت های دستش شما حس میکنید که این انسان الان چگونه هست. قصه های امام شافعی خیلی زیاده است ولی وقت به ما اجازه نمیدهد. پس فراست را اینجا به یکی از گروه های چی کرامات داخل میکنند که هر مؤمنی در حقیقت خالص صاحب این شده میتواند، اما این را طلب کرده و دعا کرده نه. وقتی عبادتت خالصانه هست، وقتی بندگیت در جایش هست، پروردگار به تو این رو میدهد. و با همین موضوع کرامات تمام شد و ما آمدیم به موضوع اشراط ساعه، یعنی درباره نشانه های روز قیامت که نشانه های بزرگ و نشانه های کوچک دارد. الله نصیب کند خیلی کوشش میکنم ملخصا برایتان در 1 یا 2 درس این موضوع را تمام کنم.